بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. درس امروزی ما دوام شروط الصلاة. الشرط السادس ستر العورة. شرط ششم پوشانیدن عورت است. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. يعني أهل علم متفقا آیدی ویران شدن نمازی کسی که نماز را برهنه میگذارد و حالا آنکه او با پوشانیدن ستر، یعنی یکویم با پوشانیدن یکی با انجام دادن ستر عورت قادر است. و حد عورت الرجل من السرة الى الركبة، حد حدود عورت مرد از ناف تا بزانو، و الامة كذلك، چوری زن هم همین طور است، یعنی چوری نه. و الحرة كلها عوره، و زنی آزاد کلی بدنش یکی کلان عورت است الا وجهها بجز رویش. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله تعالی است یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. فرزند آدم زینت خود را در هر نماز به خود گیرید. ای البسوا ثيابکم میشد است، یعنی لباسهای خود را در وقت هر نماز به خود گیرید، ای عند کل صلاة. الشيخ الشارح می‌فرماید که المطلوب في حال الساعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره. یعنی در حالت دارامندی یا که کفایتمندی گفتم میشد، مطلوب آن است که باید مسلمان در نماز خود و در غیر نماز خود به هیئت و به صورت زیبا باشد، هم در لباس و هم در غیر لباس. فهمیده؟ بنابر قول الله تعالی می فرماید در سوره اعراف آیت 31: یا بنی آدم، ای فرزند آدم، خذوا زینتکم، یعنی لباس های خود را بپوشید که لباس زینت است برای شما، عند کل مسجد، در هر نماز. ولقوله صلی الله علیه و آله و سلم، و بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که ان الله جمیل یحب الجمال. الله زیبا است، زیباگی را دوست می‌دارد. مسلمان باید که در لباس و در غیر لباس هیئت و صورت زیبا داشته باشد، تازه، پاکیزه، آلوفته. رواه مسلم، حدیث مسلم روایت می‌کنه. و فی حال الضیق یجب ستر العورة مطلقا في الصلاة و غیرها بما لا یصف البشرة. اینجا ضروره. و در حالت تنگ دستی، در حالتی تنگ دستی واجب است پوشانیدن عورت مطلق، خود در نماز است و در غیر نماز است. با چی پوشاند؟ با یک چیز پوشاند که همون چیز پوستی بدنش را وصل نکند، پوستی بدنش را وصل نکند به اون معنا که نازک نباشد، از این طرف و این طرفش نمایان نشود،
و همچنین حجم عورتش نشون ندهد، رنگی که امروز بسیار مسلمان ها رو میبینید. خب برادرها خواهرها لباس های جنس میپوشند، اندام نهانی پیشش یک طرف برآمده است، لغت کرده برآمده است شیمش، عاقبش باشد چنان تنن کرده شد با کرتر درون شیمش در آورده است که میبیند که خیال میکنید که از قوم وی باشد، لوط باشد، خیال میکنید که از قوم لوط باشد. اینقدر خودش چیکار کرده است، شیم جنس پوشیده نشان میتید میگرد بدنش. همینا ممکن است در نماز هم و در غیر نماز هم واجب است، اینا ترک واجب میکنن. الا من الزوجتی و ملک الیمین، مگر یعنی واجب نیست عورت خود را پوشانیدن از همسر و آن یکی در زیر دست شما است، یعنی که غلام زن گفته شده است. نلوجستش میگم زنی غیر آزاد. بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته است که احفظ عورتك الا من زوجتك او مما ملكت يمينك، عورت خودت محافظت کن، رعایت کن، نگه دار، مگر از همسرت یا که مگر از آن زنهایی که در زیر دست شما هستند، یعنی که زنهای غیر آزاد. حدیث ترمذی روایت کرده احفظ عورتك الا من زوجتك. صوفی ها عورتاشون هم زناشون نگه میدارن، فهمیدن؟ گرد اطرافشون میپونن، فقط جای در کاراشون استفاده میبرن، تمام دیگه جا ممکن نسبت بدن زن دیدن میگون میگن. و میبینه بعضی صوفی ها بازار به بازار میگردن زنهای بیگونه رو تماشا کردن. و غیره و غیر از ترمذی دیگه محدثان روایت کردن عن معاویه ابن حیده و معاویه ابن حیده ابن معاویه القشيري. وقال حديث حسن، ترمذي قلت تسكي حديث حسن. وانظر إلواء الغليل برأي بتفصيل كتاب إلواء الغليل يعني شيخ الباني. وحد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة، حد عورة مرد از زانو بالا و از ناف پایان است. لقوله صلى الله عليه وسلم، من امر قول پیغمبر صلى الله عليه وسلم، واذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة. وقتی که یگان کسی شما خادمش یعنی غلام زنش رو به غلام مردش به زنی دادن شود یا که به همون اجیر یعنی که نوکرش، نباید که نگاه کند میان ناف و از آن بالا، چونکه ولی وی غلام زنه ولیش همین خودی صاحبش می شود. فهمیدید؟ مادام که وی به دیگه که شوهر می دادنی باشد نگاه نکند. رواه ابو داود رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وإسناده حسن إسناده خاص. والمعنى أن السيد إذا زوج خادمه وهو أمته، معنى چنین است که همون سید یعنی خواجه وقتی که خادمش به شوهر میدهد و هو امته یعنی چوری زن، فلیس لذلك الخادم، وی اکو برای خادم نیست و هو الامت هم خلاص، وليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد. خاب فليس لذلك الخادم معذرة خطوك
وای برای همون خادم نیست، یعنی همون امر گفته است، همون یعنی چوریزن گفته است. نمی تواند همون چوریزن هم نگاه کند به عورت سیدش. فهمیدید؟ یعنی نه این عورتی وی را نه وی عورتی این دیده می تواند. برای چی؟ لأنه بتزویجها انتقلت منفعت الاستمتاع الى الزوج، چون که سید به سبب خادمش به شوهر دادنش، که بگیم به زنی دادنش، منفعتی فایده بری به شوهر برمیگردد. استمتاع گفته فایده و لذت بردن نمیبینه. فهمیدید؟ دیگه فایده بردن خودش نمیتواند. اگر شوهرش نمیداد خودش میتونست مثل فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم، بس به همین یعنی که از حکم قول پیغمبر خارج میشه. اونجا که پیغمبر صلی الله علیه و فرمود که احفظ عورتك الا من زوجتك او مما ملكت يمينك، عورت خودت محافظت کن، نگه دار مگر از زنت یا که از خادمت بهیم میشه. کدام وقت یعنی که نگه داشت میشه از خادمه؟ به سبب یعنی به شوهر دادن خادمه. و يدل لذلك ايضا، و این دلالت میکند همچنین قوله صلی الله علیه و آله و سلم، قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که غطی فخذك فانها من العوره، یعنی که زانیت رو پوشان، البته این از عورت است. اخرجه الترمذي عن جرهد و جرهد ابن زراح الاسلمي رزاح، وقال حديث حسن. وقال البخاري في صحيح البخاري در صحيحش باب ما يذكر في الفقد، باب در بیان آنچه که گفته میشد آیدی زانو، و روایت میکنه از ابن عباس و جرهد و محمد ابن جحش و محمد ابن عبدالله ابن جحش الاسدی عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره، زانو عورت است. وقال انس گفته است که حسر النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن فخذه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زانوش رو برهنه کرد، لوچ نمایان کرد. و حدیث انس اسند و حدیث جرهد احمد، یعنی که حدیثی که از انس روایت میکنن یعنی در سند به قوتر است، و حدیث جرهد نه، این یعنی احتیاط تر است برای احتیاط، حتی یخرج من اختلافهم، حتی اینکه مثلا از اختلافی بین علما کس خارج شود گفتن، یعنی با پوشوندن یکون جای آدم کم نمیشه، برای احتیاط پوشوندن یعنی احتیاط تر است. صحیح البخاری مع الفتح. انشاءالله دوامش درس آینده میگذاریم. اکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمين.